راه‌های پرچنگ و غبار و دشت بی‌آدم مسیر هر روزه نورسان شهرک بهارستان تا مکتب دهه‌ای همسایه است. پدر و مادران از این ناراحتند، ولی به خاطر از تعلیم دور نماندن فرزندانشان چنین وضع را سخت هم باشد تحمل می‌کنند. شرایط به زمستان به خنک باد باران به چه خیلی این کودکای خردسال رفته آمدنش قینی میکنن. ما میخواهیم که یک تا از دولت یاردم کرده، یک تا مشروط که گزیل میدادنش در کار. بچه ها بی ملال برام فران که پدر و مادر و آچو بابا خواطر نشود. همین خیلی نه شما یا مثال فرزندتان باشه خواطر میشید که نونال خردسال معده خداشون عده نمیکنن. این راه خطرناک هم هست، زیرا بچه‌ها باید همچنین از شاهراه دوشنبه چناق گذرند که در آن نقلیات زیاد با سرعت بلند حرکت می‌کند. ساکنان اینجا میگویند قریب همه روزه شاهد صدمه‌های مدهش در این مسیر می‌گردند. یک گذرگاه باشد، اقلا وای باشد پیش خود وای موندن در کار، زنک موندن در کار برای پیش خود. از صنافکا خیلی از صنافکا باشد با بهتر. شهرک بهارستان از حساب ساکنان ناحیه دوشتیج و شهر استرافشان سال 2015 تأسیس یافته است. ساکنان میگویند بیش از 100 خانواده در این محل علیه عمارت انداختند و قسماً آمده زندگی میکنند. نبودن شرایط خوب به مثل آب و برق و مکتب و بنگاه طبی اکثر آنها را دلگزان کرده است. میشد خیلی من حاضر سر لباسش تازه، اگر که یک نم کمتر نم شود، اگر که تا همینجا لای میشد رفته آمدن هیچ بیش اقلا خود اسفالت پوش نباشدم که اقلا همین شغل پوشته سال وای کردن در کار که آخه خیلی بچه ها عذاب نشود. سر لباس شویی که هر روز آب نیست با بچه سر لباس میشویم. ساکنان میگویند بارها به مقامات مراجعت کردند، ولی بجز وعده امروز و فردا نتیجه ندیدند. ما همین شب حساب کردیم 22 نفر رفتنشون در کار بود. هم ماشین من ماشین خصوصی خودشون که بردن. دیگه ماشین نداریم حاضر. نو وای وعده خارج بود. ماوری وعده کرده بود که من ماشین میتیم که این چند وقت پیشتر من معلم رفته بودن. وعده داده بودن که ماشین میتیم که من حاضر ماشینم نه. نمایندگان حاکمیت محلی راضی نشدند در این باره نزد دوربین با ما صحبت کنند، ولی گفتند که از دشواری ها آگاهند و حل آنها را میجویند، اما گفته نمیتونند که کی مکتب و دیگر خدمات دسترسی ساکنان بهارستان می شود. در حکومت ناحیه دوشتیج به رادیو آزادی گفتند که در یک سال اخیر 5 مکتب نوی میانه را در دهات دوردست به استفاده دادند و شهرک بهارستان هم در نوبت است. این مسئله با وزارت معارف و علم هم در میان گذاشته شده است. در تاجیکستان نارسایی مؤسسه تعلیمی برای نورسان به خصوص در منطقه های دوردست مشکلی نو نیست. هرچند مسئولان ساحه معارف این را تصدیق نمی کنند، ولی شکایت ها از جانب والدین زیادند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیج.